دوه ولات هنگاریا لپیشیا پنابرین کل پایتخت و بودا بستکون ببون وکر کل ترینا سوار ببن و برو ولاتن آلمانیا و نمسایه و بچن. اف پنابر کپرانیا وان خلق روجاوای کردستان و سوریه و عراق نه لوی ترینه سوار دبن و دخازن بگهن ولات نمسا که هنک جوانجی لور بجه دبن و ین دنجی بره خود دن آلمانیاه. بگهیشتنا وان پنابرانج بو پایتختا نمسا وینا پیشوازیک بر فرح جوان راحت کرن. اف خانشاندانان لوینا پایتخت ولات آستوریا آنکو نمسایه اف خانشاندان جبو پیشوازیا پنابرین سوریا کو دوه به هزاران دریا ترینه را گهیشتن وی باجاری. لگوری هنجی درین ولات نمسایه کو دو خانشاندانا دا دو نیزیکی 40,000 کس بشدار بو. جبلی خانشاندان گلک ولاتی نمسا آفو خارنجی لویستگاه ترین پیشکشی پنابران کرد. پشتی ماینا پنابران روژه که لویستگاه ویست بانهویا وینا لنمسایه هنک جوان دخوازن بچن آلمانیا و لوی ویستگاه ترینان کم دبن و دنگ خواج بو آلمانیا بلندکن. جالیکیدن و پلیس ولات نمسایه را گهاند که تنه 2605 کس دریا ترینه را در باسی ولات وان بونه و او هجمار گلک مزنه لگوری یک روژه. پشتی در باس بونه و هجمار مزن یا پنابران ایرو جاره کدن حکومت هنگاریای ریل پیشیا پنابران کرد که ترینه سوار بن پشتی که بسدان کس لویستگه ترینه را وستیا بون. لگوری آگاهی که جنگاره گهیشتنه که ایرو پلیس هنگاریای لویستگه پایتخت بودا بسته بانک لپنابران دکر که ویستگاه والا بکن و تو ترینک برو ولات نمسا و آلمانیا و بره نکوه حتی دمک ندیار. اف هفته یک بو که نمسا دخواست سینور خواب دریجایی 25 کیلومترایان لگل هنگاری آسیه تر بکه. وزیران افخوی نمسا یوهانا میکل لیتنر او گوتنین که دبیجن آسی کرنا سینوران تی و تیا بن پیکرنا دستور اوروپا رد کرد. Die Erstprüfung und das Zulassungsverfahren